لیگ کسبی فوتزال کشور نیز در قطار دیگر لیگ‌ها بهترین های خود در سال 2019 را معین کرد. مراسم جایزه سپاری به بهترین های رشته فوتزال در شهر دوشنبه با حضور نمایندگان عرصه فوتزال و عموم فوتبال دایر گردید. دلشاد جورایف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان با بیان اینکه سال 2020 سال فوتزال اعلام شده است، از ورزشکاران این رشته تلاش بیش از پیش را برای فتح قله‌های بلند خواستار شد. سپس جایزه‌های تعیین گردیده به بهترین های موسم سپاریده شده، نخست بهترین داور جایزه خود را دریافت کرد. تشکر میگویم که فدراسیون فوتبال تاجیکستان فدراسیون فوتزال تاجیکستان فوتزال نیست تاجیکستان تشکر میگیم که ما را هموقع یاردم میکنه، یاردمش میرساند. خیلی که گفتن که امسال سال فوتزال باید ما بسیار کار کنیم و از خود بسیار کار کنیم که داوری خوب شویم، بازی‌های نزد گذرانیم. در این مراسم همچنین فیضعلی سردارов فوتبال باز، مهرانی رضاپور نشانزن، دلشاد سلامov حمایتگر، فیروزبک مرادov دروازه‌بان، وقتن ککلیا لگانری بهترین در این موسم شده بهترین بازیگر سال باشد محمد شریپوف گردید. در این میان تنها سمندر رضانov بود که یک بار دو جایزه بهترین بازیگر جوان و ثمره‌دارترین بازیگر موسم گذشته دانسته شد. دو جایزه که من گرفتم با همدستان هم تعلق دارد که آنها مرا یاری رساندن که به این چنین جایزه نایل گردم. در انجام مسئولان و فوتزال بازان کشور آرزوی موفقیت در چمپیونات آسیا نمودند که امسال قرار است در ترکمنستان دایر شود.